قطعاً هیچ انسان عاقلی دوست ندارد که در زندان اقامت کند، اما هتل زندان‌هایی در سراسر جهان برای ماجراجویان ساخته شده‌اند تا کسانی که دوست دارند تجربه تماشای یک زندان واقعی را داشته باشند به آنجا بروند. و در میان هتل زندان‌هایی که در جهان وجود دارد، هتل زندان کاراستو ترسناک‌تر از سایرین است، چرا که برعکس بسیاری از این هتل‌ها در گذشته واقعاً زندان بوده است. هتل زندان کاراستو هتلی عجیب و غریبه که در آن با شما مشابه یک زندانی رفتار خواهد شد. باید بدانید که در اینجا قوانین یک زندان حاکم است. مسافران باید لباسهای زندانیان را به تن کنند و در طول روز فقط 1 ساعت حق هواخوری دارند. غذایی که در این هتل به شما میدهند نان و آب خالی است. خواب روی تشک‌های آهنی با بالش‌هایی که گردن‌درد می‌آورد. بازجویی و آزار و اذیت در هتل زندان کاراستو انجام می‌شود و برق‌ها رأس ساعت خاصی خاموش می‌شوند و نگهبانان با زدن قفل بر روی سلول‌های مسافران آنها را با سلول‌های سرد و ترسناکشان تنها می‌گذارند.